سلام به دوستان و همراهان عزیز به کانال ترفند لاغری خوش اومدین. امیدوارم که حالتون خوب باشه و از تماشای این ویدیو لذت ببرید. دوباره با یک ویدیوی خاص دیگه اومدم که این بار در مورد تاثیر خواب بر لاغری میخوام صحبت کنم. اینکه چطور و چه زمانی و به چه میزان خواب کافی داشته باشیم تا از این طریق هم به سلامتی و شادابی و اندام زیبا و دلخواه خودمون دست پیدا کنیم. از اونجایی که مخالف راهکارهای عجیب و غریب با هزینه‌های بالا هستم، در هر ویدیو سعی میکنم راهکارهایی رو ارائه بدم که هیچ گونه هزینه‌ای برای شما نداشته باشه و این راهکارها و ترفندها همیشه تو دسترس شما باشه. فقط باید بدونید به چه سبک و روشی از اونها استفاده کنید. یه عده افراد هستن که میان رژیم‌هایی رو ارائه میدن بدون اینکه به سلامتی بدن طرف مقابلشون توجهی داشته باشن. همین رژیم‌ها باعث میشه کلی صدمات غیر قابل جبران ناپذیری به بدن بزنه. یا اینکه انواع داروهای لاغری رو پیشنهاد میدن که در آخر میبینی که نه تنها لاغر نشدین، بلکه عوارض اونها رو بعد از یک مدت کوتاه تو بدن خودتون مشاهده میکنین. اون وقتی که با خودتون میگین اصلا ارزش این همه بیماری و هزینه رو داشت. گاهی وقتها خود چاقی بهتر از انجام راهکارهای عجیب و غریبه. پس همیشه گزینه اولتون راههای سالم بدون ریسک و بی خطر بدون هزینه اضافی باشه. اینجوری هم سلامت بدن خودتون رو تضمین میکنین، هم به اندام زیبا دست پیدا میکنین. پس اگه با من موافقین، یادتون نره که این ویدیو هم لایک کنین و اون زنگوله خوشگل رو بزنین که ویدیوهای منو همیشه تو دسترس شما عزیزان باشه و از ویدیوهای آینده این کانال که کانال خودتونه مطلع بشین. یکی دیگه از ترفندهای لاغری که میخوام راجبش صحبت کنم خوابه. مطالعات متعدد نشون داده که خواب محدود با کیفیت پایین ممکنه منجر به اختلالات متابولیک، افزایش وزن، افزایش خطر چاقی و سایر بیماری‌های مزمن مثل سکته قلبی بشه. کمبود خواب بدن رو از نظر متابولیسمی گیج میکنه و توانایی بدن برای پردازش انسولین که همون هورمونی که برای تبدیل قند، نشاسته و سایر غذاها به انرژی لازمه رو کاهش بده. وقتی بدن به انسولین به درستی پاسخ نمیده، پردازش چربی‌های جریان خون با مشکل مواجه میشه و در نهایت اونها رو به عنوان چربی ذخیره میکنه. به همین دلیل باید بگم که خواب ناکافی در شب موجب افزایش وزن و اختلال در سوخت و ساز بدن میشه. متاسفانه بسیاری از مردم به اندازه کافی نمیخوابن و علاوه بر این از خواب با کیفیت بالا برخوردار نیستن. در واقع حدود 35% از بزرگسالان اکثر شبها کمتر از 7 ساعت میخوابن. نکته مهم اینه که خواب شبانه کمتر از 7 ساعت از نظر پزشکی سلامت به عنوان خواب کوتاه در نظر گرفته میشه و شواهد نشون داده که خواب ممکنه عامل گمشدگی بسیاری از افرادی باشه که در کاهش وزن مشکل دارن. حتما برای شما هم پیش اومده که اواسط انجام دادن یک کار سنگین یا فعالیت‌های روزمره خسته بشید. زمانی که خستگی به اوج خود میرسه، همه چیز رو متوقف میکنید. شاید مقداری آب بخورید و نفسی تازه کنید. همه این توقف اگر به اندازه باشه باعث بازگشت انرژی از دست رفته شما میشه و پس از یک استراحت به موقع بهتر و دقیق تر کار میکنید. اهمیت خواب روی تناسب اندام هم دقیقاً همین جوریه. بدن در طول روز ساعتها فعالیت‌های مختلف و گوناگونی رو انجام میده. خسته شدن اعضای بدن قدرت فعالیت رو کم میکنه. مثل ماشینی که بیش از اندازه ازش کار بکشی باعث داغ شدنش میشه. بدن هم کارایی خودش رو از دست میده. در چنین حالتی خواب یک نعمت بزرگه. خواب در واقع یک ریکاوری و بازسازی دوباره برای بدنه. در زمان خواب بسیاری از بخش‌های فعال بدن به حالت خاموشی موقت در میان و فرصت بازسازی و ترمیم پیدا میکنن. تو این ساعت نیروهای پشتیبانی بدن میتونن توان از دست رفته رو بازیابی کنن. بعد از اون شما برای شروع یک روز جدید آماده میشین.
تنها به این مواردی که گفته شده ختم نمیشه. شاید تجربه کرده باشین زمانی که خوب نمیخوابید، خوب هم غذا نمیخورید. کمخوابی یا خوابیدن بیش از اندازه باعث به هم خوردن سیکل غذایی و پایین اومدن تحرک شما میشه. محققان دانشگاه هاروارد تحقیقات گسترده‌ای رو روی خواب افراد انجام دادن. اونها به این نتیجه رسیدن افرادی که کمتر از 6 ساعت و بیشتر از 9 ساعت در خواب شبانه روز میخوابن غالباً با مشکلات کم وزنی یا اضافه وزنی مواجه میشن. بنابراین کم خوابی و زیاد خوابیدن هر دو به یک اندازه تناسب اندام شما رو تهدید میکنه. پس باید خواب شما اندازه و کافی باشه. به این طریقه که سرعت رسیدن به تناسب اندام شما بالاتر میره. حالا میخواییم به نکاتی بپردازیم که نشون بدیم چطور خواب کافی داشته باشین و این امر میتونه به کاهش وزن و تناسب اندامتون کمک کنه. خواب بهترین زمان برای ریکاوری و استراحت بدنه. جالبه بدونین اگه خواب نبود بدن انسان رشد نمی‌کرد و خواب یکی از مهمترین عوامل برای رسیدن به تناسب اندامه. حالا چه مقدار خواب کافیه؟ احتیاج به خواب در هر فردی متفاوته، اما دسته‌بندی اینطوریه که 16 ساعت برای نوزادان، 9 ساعت برای نوجوانان و 7 الی 8 ساعت برای افراد بالغ. به این نکته هم توجه کنید که میزان خواب برای هر طبع و مزاجی تعریفی داره. کسانی که مزاج بدنشون مقداری رطوبت داره، یعنی سرد و تره، خوابهای عمیق و طولانی تری دارن. میزان خواب این افراد حداکثر باید 10 ساعت باشه. افرادی که مزاج بدنشون گرم و خشکه خوابهای سبک و کوتاهی دارن. این افراد لازمه حداقل حدود 6 ساعت بخوابن. افرادی که مزاج سرد و خشکی دارن کم خوابیشون آشفته است، چون کابوس زیاد میبینن و قبل از خواب خیلی فکر و خیال میکنن که باید درمان بشن. داشتن خواب کافی اگرچه با وجود شبکه‌های اجتماعی، مشغله‌های ذهنی و مشکلات اقتصادی، اجتماعی و عاطفی ممکنه به این سادگی اتفاق نیفته، اما رعایت چند اصل اولیه و ساده در این زمینه خیلی مؤثره. یادتون باشه هرچه بهتر و به اندازه بخوابید به برنامه کاهش وزن خودتون کمک میکنید. حالا به این نکات توجه کنید. کامپیوتر، تلفن همراه و تلویزیون حداقل 1 ساعت قبل از خواب خاموش بشن. حداقل 45 دقیقه قبل از خواب تمامی این وسایل الکترونیکی رو خاموش کنید و ازشون فاصله بگیرید تا بتونید بهتر بخوابید. اتاق خواب صرفاً مکانی برای استراحت، نه مکانی برای کار و سرگرمی. پس بهتره که اتاق خوابتون رو آروم کنید. حمام آب گرم و مدیتیشن قبل از خواب برای رهایی ذهن خیلی مفیده. و اینکه به یک برنامه مشخص و مهمی پایبند باشید. خوابیدن و بیدار شدن خودتون رو توی ساعتی مشخص کنید. خودتون رو به 1 ساعت عادت بدید تا بدنتون متوجه بشه که دیگه زمان خوابیدنه. تمام چراغ‌ها رو زمان خواب خاموش کنید. تاریکی بدن رو تحریک میکنه تا هورمون خواب طبیعی ملاتونین رو ترشح بکنه. نور، مخصوصا نور خورشید، تاثیر بالایی در تنظیم چرخه خواب و بیداری داره. در طول روز تا جایی که میتونین در معرض نور خورشید قرار بگیرین و همینطور که به زمان خواب نزدیک میشین از مقدار نور کاهش بدین. بسیاری از افراد شبها در معرض نورهای مصنوعی قرار میگیرن، مثل نور تلویزیون، تبلت و موبایل که میزان تولید ملاتونین را کاهش میده. همینطور در طول روز ورزش کنین. ورزش به شما کمک میکنه در پایان روز راحت تر بخوابید. هر ساعتی از روز ورزش کنین براتون خوبه، اما از انجام ورزش هایی که شدتشون بالاست در پایان شب خودداری کنین. اگر اهل باشگاه رفتن نیستین، مقداری ورزش تو خونه انجام بدین. توی اتاق خوابتون بوی استخوان پخش کنین، چون باعث راحت تر خوابیدن شما میشه. اتاق خواب باید تهویه مناسبی داشته باشه و همیشه هوا در جریان باشه. بار
رعایت این نکات در حین سادگی اما بهترین نتیجه رو میدن. شما میتونید از خوابکنارترین نعمت خداونده استفاده بهینه داشته باشید و از سلامتی زیبایی خودتون لذت ببرید. به طور کل همه این نکات که تو هر ویدیویی که ارائه میدم در حقیقت این پیامو میرسونه که باید لایف استایل خودتون رو تغییر بدین یا بهتر کنین. پس نکات ساده من رو خیلی پیش و پا افتاده ندونین که تاثیرات شگفت‌انگیزی رو به دنبال داره. با تشکر از شما عزیزان که وقت خودتون رو صرف تماشای این ویدیو کردید. امیدوارم که این اطلاعات در مورد تاثیر خواب و لاغری برای شما مفید بوده باشه. اگر این ویدیو رو دوست داشتین لطفاً اونو با دوستای خودتون به اشتراک بذارید و تو کانال ما عضو بشین تا از ویدیوهای بعدی ما مطلع بشید.